سلام و درودی به پایان نثار یکایک شما دانش آموزان و زبان آموزان گرامی، برادران و خواهران ارجمند. درسی 22 است از کتاب نیو گرامر تایم 1. سیرگشت تیوی. سلام علیکم و علیکم السلام. سیرگشت تیوی خوش اومدین. صد دیوم لایک. سلام، تشکر برای لایک. علیکم بر سلام، خوش اومدین. صد سیرگشت تیوی دیوم لایک. تشکر برای لایکتان. خب معذرت میخوایم که یک کمی دیرتر سر کردیم چون که برنامه چسبید، از سر خاموش کردیم، از سر گیرون کردیم و برای یک کم ترک وقت طلب کرد. وگرنه در زبان انگلیسی برای نوآموزان ساعت 7 تا 8 ادامه کرد. وعده داده بودیم که بعد از 5 دقیقه آغاز میکنیم، اما متاسفانه یک کمی طول کشید، بنابراین معذرت زیاد. خب در کتاب نیو گرامر تایم قرار داریم و در این کتاب تا کجا رفتیم؟ کی بود درسی گذشته؟ کی جواب داده میتواند؟ خب اینجا رو گرفتیم، در خاطر داشته باشید. بله، تا اینجا آمدیم، تا صفحه 47 و اکنون از صفحه 48 آغاز می نماییم. از صفحه 48 موضوع درسی ما درباره have got has got بود. گرفتیم have got و has got رو و در این درس یک کمی تمرین کار کردن است و یک مرور به شکل عام درباره have got و has got، یعنی به شکل عمومی. در اینجا میگوید have got و has got all forms، یعنی تمامی شکل هایشان، هم شکل have got و has got و هم مثلا در شکل سوالی و شکل جمله خبری و این کاری. خب اگر شما آماده باشین پس با هم تمرین کار میکنیم. یعنی در اینجا میگه circle the correct word، حلقه بکش، دایره بکش کلمه های درست را، کلمه های صحیح را. و یکمش خودش کار کرده است، میگه I haven't و hasn't got a computer، یعنی وقتی که جانشین I آمد حتما haven't میاد، hasn't نمیاد. بنابراین خودش انتخاب کرده است، میگه I haven't got a computer، من کامپیوتر ندارم. خب دوم he یعنی he's got brown hair، در اینجا کدامش درست است؟ یعنی اپوستروف و یعنی اپوستروف s درست است.
simple man s بله درست، یعنی he's got brown hair. خب رقم 3 رو نگاه میکنیم. Paolo and Simon has یعنی که have got new bikes. Paolo and Simon has میآید یعنی که have میآید. سلام علیکم بار دیگر. و علیکم سلام. معذرت سیمپل من کمی دیر شروع کردیم چون که برنامه چسبید، اثر خاموش کردیم، باز گیرون کردیم، یک کمی طول کشید. مرحمت رقم 3 کدامش درست است؟ ششم لایک، تشکر برای لایکتون. خب رقم 3 سیمپل می نویسن که have. بله have درست است. برای چی؟ به خاطر که در اینجا پاولو و سیمون آمد، الکی دو نفر شد، دو نفر که شد الکی have می شود. یعنی اگر با جانشین شخصی مثال بیاریم they have got new bikes این خیلی می شود. رقم 4 my dog hasn't یعنی که haven't got a long time. میگه سگ من دومی دراز ندارد. کدامش درست است؟ hasn't یا که haven't. خب نمیدونم جمله های بالا رو ترجمه کردیم یا نکردیم. خب اگر نکرده باشیم ترجمه میکنیم، اگر کرده باشیم تکرار هم شود. خب معذرت. I haven't got a computer. من کامپیوتر ندارم. He's got brown hair. وای موی سری قهوه رنگی دارد. Paolo and Simon have got new bikes. میگوید که پاولو و سیمون دوچرخه نو دارند، یعنی ولاسیپدی نو دارند. خب my dog hasn't یعنی که haven't got a long time. چیزهای مفید. هفتم لایک. السلام علیکم سازین خوبین همه کسا، استاد چه حال دارین؟ شکر خدا خوبیم تنجیم. شما نازین سازین خوش اومدین. simple man hasn't میگم بله hasn't میشود در اینجا چون که my dog همون eats میشود. eat. خب مثلا my dog hasn't got a long tail. سگ من دومی دراز ندارد. we've میشود یعنی که with میشود got a cake. کدامش درست است؟ چیزای مفید میشود. الحمدلله ساز خوب، رحمت، خوش باشین، سلامت باشین شما نیز. تشکر برای آمدنتان. سیمپل می نوشتن we've بله درسته. در اینجا we've می شود. خب we've got a cake. ما تارت داریم. جمله ششم رقم ششم نگاه کنیم. has Susan got an iPad یا اینکه have Susan got an iPad. کدامش درست است در اینجا؟ یعنی has درست است یا اینکه have درست است؟ simple man. خب اگه امروز قطعی ختم simple man. مردم شاید کنکورس رفتگیان. simple man has بله چون که شخصی سیوم است، شخصی سیوم است has میآید. has Susan got an iPad. آیا سوزن آیپاد دارد؟ آیپاد همون چی را میگن؟ مثل پلانشت یعنی. yes she have میآید یا اینکه has. yes she have میآید یا اینکه has. کدامش درست است؟
خب سیمپلمنت در بسیاری درس‌ها نیستیم، کمتر فکر کرده سیم بخشیش هیچ گپ ندارد. سیمپلمنت has، خب has میاد، بله درست. has، yes she has. رقم 7 has your mom and dad got a digicam یا اینکه have your mom and dad got a digicam، کدامش درست است؟ has یا اینکه have؟ فیو سلام علیکم همه کسی سوزن خوبین؟ علیکم بر سلام، شکری خدا خوبیم. تنجیم شما نغزین سوزن، خوش آمدین. فیو دلشاد جان نوشتن یکون کامنتر یکونج نوشتن دیگه، من نگه نکردم. سیمپلمن هفتم هف، بله هف میاد چون که در اینجا هم مام گفته است هم دد گفته است، یعنی دو نفر هستن. have your mom and dad got a digicam. آیا پدر و مادر تو کامرای رقمی دارن؟ یعنی کام همون کامرا در نظر داره، دیجی رقمی می شود. خب فیو مالی من کمی کار دارم، بخشش که نبودم. هیچ گپ ندارد فیو. سیمپلمن الک سلام پای فیو سوزن خوبه. دسترخوان زیبا نه نویسته است فهمو. خب هفتم قسمی ب، no they hasn't می شود یا اینکه no they haven't می شود، کدامش درسته؟ با ویدیو رو گوش میکنم و اجرا میکنم. مایلش خدا نگهدار پای فیو. خدا حافظ. سیمپلمن می نویسن که haven't، بله در اینجا haven't می شود چون که they آمده است. no they haven't. خب رقم 8 have یا اینکه has you got brothers and sisters، کدامش می شود؟ یعنی آیا تو برادر و خواهر داری؟ سیمپلمن رقم 8 have، بله درسته. have you got brothers and sisters? Yes I have یا اینکه yes I has، کدامش درسته؟ سیمپلمن نویسن have، بله درست. I have. خیلی خوب. خب میرویم به تمرین دیگر. در اینجا میگوید look, read and write، نگاه کن، بخوان و بنویس. They've got popcorn، اونها پاپکورن ندارن. معذرت، اونها پاپکورن دارن. They've got یعنی they have got popcorn، اونها پاپکورن دارن، یعنی جواری پخک بگیم دارن. در اینجا inline skates همون رول کریکنکی، یعنی چخیل میگیم که اونها رول کنکی دارن، اونها رول کنکی دارن. they have got که simplement they have got inline skates، اونها رولوکی کنکی دارن. خب رقم 3 رو نگاه کنیم. در رقم 3 رابر، اینجا جمله سوالی است. برین پرسیده است که آیا تو خط کرکنک داری؟ چه خیلی باید بپرسد؟
Has you got کمتر دیگه فکر کنین که simple man همون اول جمله رو تغییر بدین درست می شود. Have you got بله have you got a rubber تو خط کنک داری. خب رقمی 4 میگذاریم در رقم 4 present for her mom در اینجا گفته است که وی هدیه دارد برای مادرش. present در اینجا هم به معنای هدیه تحفه میاد for her mom برای مادرش. چقدر میگیم که وی دختر یعنی وی دارد هدیه برای مادرش. خب she has بله she has got a present for her mom درست. خب میرویم با رقم 5 اینجا گفته است که ما بالون ها داریم یا که ما پفک ها داریم. چخیل میگیم we دوامش چخیل میشود we have بله درست we have got balance ما پفک ها داریم که همون بالون ها داریم. رقم 6 اینجا جمله سوالی است. توتی میگه که tail یعنی آیا وی دوم دارد. خب جمله سوالی آیا وی دوم دارد چه خیلی می‌نویسیم آیا وی دوم دارد. has it got بله درست has it got a tile خب رقم 7 زوی پرسیده است که من ساعت دارم. این جمله خبری است. اونها ساعت ندارن. مثلا دو نفر میگن دیو و برای ساعت ندارن که زوی ساعت دارد. پس در این جمله خبری است میگیم که من ساعت دارم. چه میگیم خب I دوامش I have got بله I have got a watch درست. تشکر. میرویم به رقم 8 در رقم 8 جمله سوالی است new shoes چخیل میگم که آیا وی پایافزال های نو دارد جمله سوالی has she got بله. خب اگر دختر باشد has she got اگر مرد باشد has he got has she got new shoes آیا وی پایافزال های نو دارد. خب در اینجا فکر میکنم هی است به خاطر که رسم رو نگاه کنیم در رسم بالا هم
برین شیمیزر دارد. در رسمی این طرف هم نگاه کنیم برین شیمیزر دارد از کیسه هاش معلوم و در اینجا نیز همون کیسه هاش دیار است و شیمیزر دارد. پس خوب میشود که هی نویسیم بهتر میشه. غالبا کی است؟ برین است. Has he got new shoes؟ درست شد. خب کازان تجه نهم لایک تشکر زیاد. کازان تجه السلام علیکم دوستانم. سوزین نازین شکری خدا خوبیم تنجین. اپای کازان شما چه دارین؟ خوبین تنجین؟ سیمپلمن علیک سلام. خب اینجا چی موند؟ یک صحیفه دیگه موند. خب ایرا با بعدمون نمیشه. استاد دارم سوزی نازی زیباجانی مون سوزی قطعی فرزندک و شکری خدا خوبیم تنجین سوزیم. فرزندانیز خوب هستن. شما نازین سوزین. خب درس در همینجا خاتمه یافت. تا صفحه 48 اومدیم. از درس آینده از صفحه 49 آغاز میکنیم. تشکر برای اشتراکتان، برای دستگیریتان. اگر سوال پیشنهاد باشد مرحمت بفرمایید، نباشد خب میگه بعدا قطع میکنیم. کازان تجه خدا رو شکر سازین خیلی خوب. خدا کند همیشه ساز باشین. خداوند مهربان دائم ساز باشین. کازان تجه نوشته سلامت باشین. خب دوستان گرامی در همینجا خداحافظی میکنیم و براتون گفتنی هستیم که تا درس‌های نوبتی خدا نگهدار. ای مردم بیدار پناهتان به خدا. تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. کامیاب و سربلند باشین. کازان تجه یک از 1999 سلامت باشید دوستی عزیزم. از شما پرسیم سیمپلمن استاد رو هفتاده نشین. امروز به فکرم کمتر برای آدمو کم بودن ذکر نکی همش نقض میشه انشاءالله. تشکر زیاد سیمپلمن برای دلبرداریتان. خیلی که واقعا بعضی وقت همه خیلی انسان مثلا وقت تیاری میبینه جو یکان کاری خیر میخواه پیشنهاد کند یا که یک کمکش به مردم برسد وقتی میبیند که 3 نفر 4 نفر اشتراک دارن راست میگن یک کمترک انسان چی میشود رو 70 میشه. میگن مثلا بعضی کانال رو نگاه میکنی تا یگان چیز برای مردم فایده ندارد اما تا 1000 نفر 2000 نفر در پرامایفیر اشتراک دارن. خب این یک درس که شاید برای نوآموزان فایده داشته باشه. نگاه میکنیم بسیاری وقت 3 نفر اشتراک دارن یا 4 نفر خودتون میبینین و همون 3-4 نفر یک تاش بگیم همسر خدمت یک تا دیگهش خودمم یعنی با این تلفنم نگاه کردم که افیر شخصیتی نتوسته یک نفر دیگهش خودتون سیمپلمن همین 3 نفر بودیم امروز. کازان تجه کم باشد و پیغام. بله علی جان اولیم من آمدم. خوش آمدین علی جان اولیم. تشکر برای آمدنتان. سیمپلمن ما سوزیم اپای کازان رحمت ما سوز. سیمپلمن ما را بعضی وقت نمیشه و با شما باشیم نکی لایک هم میمونیم و تا آخر تماشا میکنیم. سلامت باشین. تشکر برای دستگیریتان سیمپلمن. خسته نباشین.
علیجان اولی میگه سلام علیکم به همه. سیمپلمن میگه میوه صبر شیرینه استاد. بله درست میگن. شیطان ناامید. بله انشالله روز نروز فایدهش میرسه انشالله. خب با ما خب با مردم انشالله که یه روز نه روز میرسید. казан таҷи устод доимо як лайк аз ман ҳаст, қабул кун. Ташаккур апай казан. ҳама вақт муваффақият. Саломат бошед симплмен. казан таҷи алиҷон хуш омадӣ мегӯяд. казан таҷи мегӯяд ки алиҷон хуш омадӣ. дастархон зебо дар оянда ҳамаш соз мешавад. муаллим рӯ афтода нашавем. бале иншолло оҳиста оҳиста хуб мешавад. казан таҷа мегӯяд камтар дертар эфир дорам, баъдан биёем. хуб иншолло ман ҳамон эфира баъд як 2-3 دقیقه خاموش میکنم. بعدا افیرتون سر شد میرویم. دنیا world, hello to everyone, are you okay? inshallah. Hello دنیا world, we are okay, and you, how about you? کازم تجه زیباجون ما زیباجونی من سوزی نغزی سیمپلمن. خب با همه گفتی اپای فیو. خب های رحمانی سلامت باشین فیو. ما هم کامنت ها اگر تماشا باشن خداحافظ میکنیم. علی جانی اولین ای معلم زیغ نشو، کار منه زنکای غریب چند زبان یاد میگیرن برای قصد جوان. بله در کانال ما بسیار جمع زنکان. دادر یپش میدونم امی جایم بچه. سلام علیکم جانی شیف. السلام علیکم جانی شیف. دیر کردین کو؟ دیر کردین. دنیا world, I am fine thanks, everything is okay. اوکی علی جان علی خوش باشین، همه سلامت باشین. خب افیر وقتی خیرخش کنیم ویسه الکی 9 نفر 10 نفر نشون میده. و در من بعضی وقت 10 نشون میده، بعضی وقت 9 نشون میده. نمیدونم در شما چند نفر نشون میده. در این اکران 6 نفر نشون میده و 8 نفر شد. خب در همینجا خداحافظی میکنیم. باز در درس‌های آینده انشالله که با هم هستیم. دمان 9 نفر. بله در درس 3 نفر بودیم، در آخر افیر 9 نفر شدیم. خب با همتون شب خوش گفتنی هستم. خدا نگهدار. بای بای. See you to next class. جونیک شیف گریه دارین. خیلی یکم بودلینگ مورین یکم نویسین یا جو که مثلا فلان ساعت درسه بیاین با هم اشتراک کنیم یا چی ما یاد میگیریم با وقت ما خوش میشون. یعنی با هم زبان می آموزیم پیش میریم. اگر وقتتون باشه، اگر وقتتون نباشه، اگر کار باشه خوبش گرد ندارد. یعنی کدام کاری که برای شما را فایده ناکست همون را دنبالش بگیریم. علی جان علیم بای بای. گود بای علی جان. خب با دیگران نیز گود بای گفتنی هستید. افیر رو میرویم ختم میکنیم. فیو میگن شبهای رحمانی دولارکا خوارکا سلامت باشین. فیو خواب